میگن که میشه با این تکنیک به صورت کامل از هوش مصنوعی یک خروجی دقیق گرفت و اون خروجی یا محصول رو میشه فروخت. حالا نکته چیه؟ به این حرکت میگن لوپ انجینیرینگ. در واقع یه چیزی که اومده پرامپت انجینیرینگ رو بزنه کنار، یعنی مهندسی پرامپت رو بزنه کنار و بیاد یک لوپی رو طراحی کنه که یک هوش مصنوعی یا چندین ایجنت رو درگیر انجام یک کاری بکنه و این کار هی تکرار بشه تا در نهایت یک خروجی شسته رفته بهتون بده. نمونه مثالش مثلا توی مقال نویسی الان جلوی صورت من هست و شما میتونید ببینید که خب تقریبا دستورات دقیقی داده شده و واقعا هم میتونه کاربرد خوبی داشته باشه، اما دو تا نکته رو فراموش نکنید. نکته اول اینه که هوش مصنوعی ممکنه این وسط یه جا ریپ بزنه و این ریپ زدن باعث میشه که کل کار خراب بشه. پس شما در هر لوپ باید یک کانفرمیشن یا تاییدیه انسانی هم بذارید. نکته دوم، اگر شما توی تیم کار میکنید نمیتونید به لوپ اعتماد کنید و باید از همون پرامپت نویسی استفاده کنید. توضیحات بیشترش رو تو کانال تلگرامم میدم. من پویام و قرار اینجا پشت پرده هوش مصنوعی و اینستاگرام و محتوایی که تو اینستاگرام میبینین رو براتون بگم.